أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران عزیز و مهربان و خواهشمندان زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از مستوای یکمی درس‌های زبان عربی 21 درس گرفتیم و امروز با فضل و کرم الله تبارک و تعالی درس 22 را براتون پیشنهاد میکنیم و این درس 22 از کورس یکمی زبان عربی هست. الدرس ثانی والعشرون، یعنی که درس 22. حالا ما و شما از کورس یکمی تعلیم زبان عربی در درس 22 رسیدیم و پیش از اون که این درس را شروع بکنیم اولا باید ما و شما موضوع درس را بدانیم، یعنی این درس در چی باب صحبت میکند. برای چی؟ به خاطر که دانستن موضوع درس خود فهمیدن و دانستن نصف درس است. هر کسی که موضوع درس را دانست پس اون انسان گویا نصف درس را فهمید و دانست. برای خاطر باید موضوع درس را بدانیم. موضوع درس چی است؟ موضوع درس ممنوع من الصرف است. ممنوع من الصرف درس‌های گذشته ما و شما میگفتیم غیر منصرف یا مانع من الصرف، موانع صرف. این چیزها را ما درس‌های گذشته میگفتیم و اکنون این درس خاص یعنی همون ممنوع من الصرف است یا خاص یعنی همون غیر منصرف است. ببینید کلمه ممنوع من الصرف یکتا، دوم کلمه غیر منصرف، سوم کلمه موانع صرف. هر سه کلمه به یک معنا هست. این هر سه کلمه را در کجایی که دیدید، یک تا از اینها را در کجایی که دیدید یا هر سه اشون رو دیدید، پس بدونید که معناش یک چیز است، یعنی که آخرش تنوین قبول نمی کند و کسره را قبول نمی کند. هر اسمی را گفتیم غیر منصرف است، پس تنوین قبول نمی کند و کسره را قبول نمی کند. پس غیر منصرف انا همین چیز است که درس گذشته این چیزها را ما بعضی وقتا اشاره می کردیم، بعضی سبباش خواندیم، اما این درس مخصوص موضوع انا همین غیر منصرف است. و همچنین جای ذکر است که براتون بیان کنم که غیر منصرف گفتیم کسره را قبول نمی کند، لیکن در دو صورت کسره را قبول می کند. در دو جا کسره را قبول می کند. یکمش اگر اولش الف لام باشد، مثلا که المساجد غیر منصرف است، المساجد غیر منصرف است، لیکن المساجد که گفتی کسره را آخرش قبول می کند. و دوم مضاف، اگر مضاف شود کسره را قبول می کند. مثلا مساجد المدینتی، مساجدی مضاف است، المدینتی مضاف الیه. در این صورت مساجد کسره را قبول می کند. این دو حالت کسره را غیر منصرف قبول می کند، در ذهنتون داشته باشید. و برای اسم غیر منصرف شدن 9 سبب هست. سبب‌های 9 گانه‌اش میگویند، یعنی که هر اسم از همین سبب‌های 9 گانه یکیشان رو دیدید بدانید که اون غیر منصرف است. اون 9 سبب چی است؟ اون رو در دفتر بگیرید، در پیشتون بگذارید و بنویسید. من کلمه به کلمه میگویم و شما بنویسید. پس شروع میکنیم با اون. یک از عالم‌های را در نظم داختگی است، نظم است، خوب کرده بنویسید این نظم را. وزن المرکبی عجمة تعریفها عدل و وصف الجمع زد تأنیثا. یک بار دیگر خوب کرده میخونمش. وزن المرکب عجمة تعریفها عدل و وصف الجمع زد تأنیثا. این انا همون 9 سبب های غیر منصرف است که در انا همین شعر، در همین نظم جمع آوریش کردگی هست. ببینید یکم میگوید که وزن
دویم میگوید مرکب، سوم عجمه، چهارم تعریف، پنجم عدل، ششم وصف، هشتم جمع، هفتم جمع، هشتم زید، نهم تانیف. نه تاشید نه. یکم وزن، دوم مرکب، سوم عجمه، چهارم تعریف، پنجم عدل، ششم وصف، هفتم جمع، هشتم زید، نهم تانیف. ببینید نه کلمه را در اینجا جمع کرده است. اکنون این کلمه را یک بار میفهمونیم، هر یک کلمه اش را. وزن میگوید اگر سببی هم وزن فعل، اگر اسم را دیدیم که هم وزن فعل است، پس اون کسره را قبول نمیکند. به مثل چی؟ به مثل احمد. به مثل احمد. احمد هم وزن فعل است، آخرش کسره را قبول نمیکند. در سوی گذشته میگفتیم احمد کسره را قبول نمیکند. برای چی؟ اکنون سببش بدونید. برای چی؟ به خاطر اینکه هم وزن فعل است. و دوم مرکب، هر اسمی را دیدید هم وزن فعل است، کسره را قبول. مثلا یزید، یزید کسره را و تنوین را قبول نمیکند. برای چی؟ به خاطر اینکه هم وزن فعل است. یکم. و دوم گفتیم مرکب. مرکب ما چند نمود مرکب داریم؟ مرکب مزجی داریم، مرکب اضافی داریم، مرکب عددی داریم. اینها در اینجا فقط مرکب مزجی را در نظر دارد. مرکب مزجی. انشاءالله مرکب ها را در گراماتیک انشاءالله با تفصیل میخونیم. همین درسون را با تفصیل میخونیم، اما حالا من مختصر براتون بیان میکنم، یعنی که در ذهنتون داشته باشید. دوم گفتیم مرکب، مرکب مزجی باشد. مرکب مزجی یعنی دو کلمه جدا جدا را گرفتن به مثل یک کلمه اش کردن. به مثل بعل بکه. بعل یک کلمه بود، بکه یک کلمه بود. هر دوش گرفتن به مثل یک کلمه جمعش کردن که بعل بکه شد. پس انا همین بعل بکه مرکب مزجی است و تنوین قبول نمی کند و همچنین کسره را قبول نمی کند. این دوم شد. سیومش عجمه گفتیم. عجمه یعنی غیر عربی. عجمه یعنی که غیر عربی باشد، تنوین قبول نمی کند. به مثلا یوسف هم گفتیم تنوین قبول نمی کند. ابراهیم گفتیم تنوین قبول نمی کند. نمی گفتیم که ابراهیمون یا یوسفون نمی گفتیم. برای چی؟ به خاطر اینکه عجمه بود، غیر عربی است می گفتیم. انا امروز اکنون سببشون را دانستید و فهمیدید، پس اینا در ذهنتون بگیرید. یعنی سببی که ابراهیم تنوین قبول نمی کرده است برای چی بوده است؟ به خاطر اینکه عجمه بوده است، یعنی غیر عربی بوده است. و چهارمش تعریف. تعریف یعنی که علمیت. همین غیر عربی باید علم باشد. غیر عربی علم باشد. علم یعنی اسم باشد، نام باشد. مثلا ابراهیم نام هست، یوسف نام هست. پس همینها قبول نمی کنند کسره را یا تنوین قبول نمی کنند. و پنجمش گفتیم عدلون. در شعر گفتیم عدلون. عدل یعنی چی؟ یعنی یک کلمه دیگر به یک کلمه دیگر گذاشتگی است. مثلا که عمر، عمرو، عمرون نمیگیم. برای چی؟ به خاطر اینکه معدول هست، از دیگر کلمه گرفتگی هستند، یا از عامر گرفتگی هستند یا از عمر گرفتگی هستند. خلاصه از دیگر کلمه گرفته عمر جداش کردن عمر شد. انا همین تنوین قبول نمیکنه. بگن سببش چی است؟ بگید که معدول بدن یا عدل کردگی است، از یک کلمه دیگر به یک کلمه دیگر گذاشتگی است. 5 تا شید. و ششم سبب شده که وصف. وصف یعنی چی؟ وصف یعنی که صفت. صفت چی؟ ما درباره وصف یعنی که صفت منع تنوین داشتن منع میکند. در سوی گذشته هم والله علم در این باره خوانده بودیم که احمر مثلا که هم وزن فعل باشد، وصف هم وزن فعل باشد، به مثل احمر. ببینید احمد علم بود، هم وزن فعل بود، لیکن احمر وصف است، صفت است، هم وزن فعل است. برای خاطر احمرون نمیگیم، احمرو. یا که مثلا احمقو یا مثلا احسنو، احسنون گفته نمیتونیم. یا همچنین وصف در آخرش الف و نون داشته باشد، به مثلا عطشان یا به مثل سکران، به مثل اینها آخرش اگر الف و نون هم که داشته باشد این هم وصف است، این قبول نمی کند، غیر منصرف بودن. این رو باز انشاءالله حالا میخونیم شب. و این بود ششم. و هفتم جمع. هفتم سببی غیر منصرف بودن اسم جمع است. جمع یعنی چی؟
جمع یعنی که صیغه منتهی الجموع. مثلا میگفتیم که مساجد یا مثلا میگفتیم حدائق تنوین قبول نمی کند، یا کراسی میگفتیم تنوین قبول نمی کند. برای چی؟ به خاطر اونه که صیغه منتهی الجموع است. صیغه منتهی الجموع در یادتون داشته باشه که دو وزن دارد. مفاعل یکم وزنش، دویم وزنش مفاعیل. گفته بودیم که پیش از الف دو حرف می آید، بعد از الف دو حرف یا سه حرف. ان همین دیتون بگیرید. پیش از الف ببینید، یعنی که یک کلمه را دیدید که 5 حرف دارد. پیش از الف اگر که بینش بگیم سیم حرفش اگر الف باشد، پیش از الف دو حرف باشد و بعد از الف دو حرف دیگر باشد، بدونید که ممنوع من الصرف است. یکم. و دوم پیش از الف دو حرف باشد، بعد از الف سه حرف باشد، لیکن اون سه حرفی که بعد از الف هست حرف بین بودگیش اون باید ساکن باشد، غیر منصرف است. برام خاطر بر وزن میدوزن میگن که مفاعیل یا مفاعیل، مفاعیل یا مفاعیل. این را همچنین در یادتون داشته باشه. این را میگن صیغه منتهی الجموع. جمع یعنی صیغه منتهی الجموع باشد، غیر منصرف است. و هشتم، این هفتم بود. هشتم زید. زید یعنی که زیادتی الف و نون. هر اسم را، هر کلمه را دین در آخرش الف و نون زیادتی است، پس بدونید که اون غیر منصرف است. به مثل چی؟ به مثل مثلا کسلان یا عطشان، این صفت است. یا به مثل مثلا عثمان. عثمان اسم است، ببین در آخرش الف و نون دارد. عثمان. عثمان تنوین قبول نمی کند، عثمانون نمیگوی، عثمانو. بگم برای چی؟ به خاطر اینکه میگه در آخرش الف و نون زائده دارد، الف و نون زائده دارد. این هشتم بود. و آخری نهمش تأنیف. تأنیف یعنی که اگر اسم مؤنث باشد، علم باشد و مؤنث باشد، تنوین قبول نمی کند. به مثل چی؟ به مثل مثلا میگفتیم که عایشه تو، تنوین قبول نمی کند. برای چی؟ سببش چی بود؟ سببش علم بودن، سببش یعنی اسمی مؤنث بودن، اسمی مؤنث بودن. فهمو؟ این شد 9 سبب. یا مثلا زینب تانیث است، مؤنث است، تنوین قبول. یا طلحتو، طلحتون نمیگفتیم. برای چی؟ به خاطر اینه که علامت تانیث دارد میگفتیم. پس این بود 9 سبب. این 9 سبب به مثل نام هاتون حفظ کنید. به مثل چخیلی که نامتون میدانید، انا همون تا اگر که میخواید زبان عربی را خوب بدانید، به مثل نام هاتون حفظ کنید. پس این بود موضوع درس، یعنی موضوع درس غیر منصرف و سبب هاش که 9 سبب دارد. اکنون میگذاریم به موضوع درس. در درس من میگوید که حامد طبیب. حامد میگد پزشک است، دکتر هست. زوجته مدرسه. زن حامد میگه استاذه است. زوجته هو ضمیر است، برمیگردد به حامد. زوجته یعنی که همسر حامد، همسر وی استاذه است. اسمها آمینه. نام همسر حامد آمینه است. ببینید آمینه تو گفتیم، آمینه تون نگفتیم. برای چی؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. از 9 سبب کدام سببش ایره میتیم؟ تأنیف. تأنیف گفتیم که 9م سبب بود که انا همون 9م سبب داری میتید، تأنیف. برای هم خاطر غیر منصرف است. حامد له 4 ابناء. حامد 4 فرزند دارد. 4 فرزند دارد. 4 یعنی که پسر دارد. حامدون حامد. له دارد حامد 4 ابناء 4 فرزند. پس یک جای ترجمهش که کرده میگوید که حامد له 4 ابناء، یعنی که حامد 4 فرزند دارد. هم یعنی همون فرزنداش کی است؟ حمزه و عثمان و احمد و ابراهیم. ببینید 4 فرزندش. یکم حمزه است، دوم عثمان است، سوم احمد است، چهارم ابراهیم هست. پس اینها برای چی حمزه تون نگفتیم؟ سببش در چی است؟ غیر منصرف است. و علتش چی است؟ علتش
تانیث است، در آخرش علامت تانیث دارد، برای خاطر حمزه تو میگیم. و عثمانو، عثمانو را برای چی عثمانون نگفتیم؟ به خاطر آنه که غیر منصرف است. سببش چی است؟ سببش زیادتی الف و نون، در آخرش الف و نون میبینین زیادتی است، برای همین خاطر تنوین قبول نمیکند و غیر منصرف است. عثمانو میگوید. احمدو، برای چی احمدون نگفتیم؟ به خاطر آنه که غیر منصرف است. سببش چی است که غیر منصرف است؟ سببش هموزن فعل بودن. احمد هموزن فعل است و تنوین قبول نمی کند. و ابراهیمو، ابراهیمو، برای چی ابراهیمون نگفتیم، تنوین نکردیم آخرش را؟ به خاطر آنه که غیر منصرف است. سببش چی است که غیر منصرف است؟ سببش عجمه است، یعنی غیر عربی. ابراهیم اسم علم غیر عربی است، برای مخاطب تنوین قبول نمیکنه. ببینید هر یک کدام شاید علت دانستیم، انا همین طور دیگر علت ها را شما بیان میکنید. اول میگیم غیر منصرف و علت بیان نمیکردیم، اکنون از این به بعد علتش باید ذکر بکنید که برای چی غیر منصرف است. بعد میگوید که احمد و حمزه طالبانی، احمد و حمزه دانشجو هستند. احمد و حمزه دانشجو هستند. ببینید احمدو، برای چی احمدون نگفتیم؟ به خاطر اینکه هموزن فعل است. حمزه تو، به خاطر چی حمزه تون نگفتیم؟ به خاطر آنه که علامتی تانیث دارد آخرش. فهمو این را در ذهنتون داشته باشید، علم هست و علامتی تانیث دارد. احمد طالب مجتهد و حمزه طالب کسلان. احمد شاگرد مجتهد است. احمدو یعنی که احمد، طالب مجتهد یعنی که شاگرد کوشش کننده است. و حمزه تو، و حمزه میگه طالبون کسلانو، طالبی کسلان هست. کسلان یعنی که تنبل، طالبی شاگردی تنبل است، دانشجوی تنبل است. ببینید احمدو را گفتیم تنوین قبول نمیکند. برای چی؟ به خاطر سببش چی است؟ سبب غیر منصرف بودنش چی است؟ سببش هموزن فعل بودن. طالبون مجتهدون یعنی که احمد طالب مجتهد است. و حمزه تو غیر منصرف است. سببش در چی است؟ سببش در تانیث، یعنی که علامتی تانیث دارد آخرش. طالبون کسلانو، کسلانو را علتش چی است؟ برای چی کسلانون نگفتیم؟ به خاطر اینکه ما گفتیم وصف و الوصفی، یعنی که ششم علامتی غیر منصرف وصف بود که انامین کسلان وصف است، یعنی صفتش است. حمزه شاگرد است که صفتش می است که کسلان هست، یعنی که تنبل هست. پس کسلانو تنوین قبول نمیکند. علتش چی است؟ وصف است. یکم و دوم که در آخرش الف و نون زائده دارد، الف و نون زائده دارد. این را در ذهنتون داشته باشید. در دوم میگه قال یوسف، یوسف گفت عندي 5 اقلام، گفت من 5 قلم دارم. قال یوسفو، برای چی یوسفون نگفتیم؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. علتش چی است؟ به چی سبب غیر منصرف شدگی است؟ سببش عجمه، یعنی که اسمی غیر عربی، نام غیر عربی است. عندي 5 اقلام، میگه که من 5 قلم دارم. هذا قلم احمر، میگه این قلم سرخ است. هذا قلم احمر، این قلم سرخ است. برای چی احمرون نگفتیم؟ به خاطر اینکه ما گفتیم ششم صفت، ششم سببی غیر منصرف بودن وصف است. این وصف است، احمر وصف است و وصفی هم وزن فعل است. احمر وصف است و علتش چی است؟ هم وزن فعل است، هم وزن فعل. مثلا احمد وصف نیست، علم هست، لیکن احمر علم نیست، وصف است. اینها را بینشون فرق کنید. احمرو میگیم، احمرو. احمرون بگه کسی خطا است. این قلمی سرخ است. و هذا قلم ازرق، این قلمی ازرق است. ازرق یعنی کبود، این قلمی کبود است. ازرقو، برای چه ازرقون نگفتیم؟ به خاطر آنه که وصف است و هم وزن فعل است. وصف است و هم وزن فعل است، سببی غیر منصرف بودنش یعنی. و این قلم میگه کبود است. و هذا قلم اخضر، و این قلمی سبز است.
و هذا قلم اخضر یعنی که این قلمی سبز است. اخضر برای چی اخضرون نگفتیم، تنوینش ندادیم؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. سببش چی است؟ سببش وصف بودن و هموزن فعل بودن. وصف است یعنی که صفت است و هموزن فعل است، برای همین خاطر غیر منصرف است. و هذا قلم اسود و این قلمی سیاه است. اسود همچنین هموزن فعل است و صفت است. و هذا قلم اصفر، اسود یعنی سیاه. هذا قلم اسود یعنی که این اسود یعنی این قلمی سیاه است. و اسود گفتیم علتش همون علت ششمی غیر منصرف میتیه میشه. و هذا قلم اصفر و این قلمی زرد است. اصفر زرد رو میگوین. و این قلمی زرد است. ببینید اصفرون نگفتیم، برای چی؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. سبب غیر منصرف بودنش چی است؟ وصف. یکم وصف است، دوم هموزن فعل است. وصف است و هموزن فعل است. قالت زینبو، گفت زینب. زینبون تنوین نداده میشه. برای چی زینبو گفتیم و زینبون نگفتیم؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. سببش چی است؟ سببش تعنیف یعنی مؤنث بودن. مؤنث زن هست، برای همین خاطر تنوین قبول نمیکند. عندي منادیل کثیرتون، میگه که من دستمالچه های زیاد دارم. عندي منادیل یعنی در نزد من منادیل هست. منادیل یعنی که روی مالچه های کثیرتون بسیار. من میگه روی مالچه های بسیار دارم. ببینید منادیلون نگفتیم، برای چی؟ سببش در چی است که منادیلو گفتیم تنوین ندادیم. کثیرتون رو ببینید تنوین دادیم، لیکن منادیلو رو تنوین ندادیم. برای چی؟ سببش چی است؟ سببش همین است که غیر منصرف است. و سبب غیر منصرف بودنش چی است؟ سبب غیر منصرف بودنش جمعی صیغه منتهی الجموع است، یعنی جمع است. هفتم سببی که از غیر منصرف گفته بودیم صیغه منتهی الجموع، انا همین صیغه منتهی الجموع. صیغه منتهی الجموع گفتیم و بعد طریق میشناسیم. یکم پیش از الف دو حرف باشد، ببینید میم و نون پیش از الف است. بعد از الف سه حرف باشد، ببینید دال و یا و لام بعد الف است. و باز گفتیم که سیم حرف بینگی، سه حرفی که بعد از الف میاد باید بینگیش ساکن باشد. ببینید که دی لو یا ساکن دارد. منادیلو یا ساکن دارد. پس این منادیلو را تنوین نمیتیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه صیغه منتهی الجموع است. سببش هذا ابیض، این سفید است. ابیض را برای چی تنوین ندادیم؟ به خاطر اینکه وصف است، صفت است و هم وزن فعل است. ابیض صفت است و هم وزن فعل است. هذا ابیض یعنی این سفید است. و هذا اصفر و این زرد است. اصفر همچنین صفت است و هم وزن فعل است. و هذا احمر و این سرخ است. هذا احمر این سرخ است. برای چی احمر را تنوین ندادیم؟ به خاطر اینکه هم وزن فعل است و صفت است. هم وزن فعل است و صفت است. و هذا ازرق و این کبوت است. و هذا ازرق یعنی که این کبوت است. ازرق را برای چی تنوین ندادیم؟ ازرقون نگفتیم؟ به خاطر اینکه هم وزن فعل است و صفت است. یکم هم وزن فعل است و صفت است. اینا در ذهنتون داشته باشید. قالت لها فاطمه، تو گفت برای وی فاطمه. قالت گفت، لها برای وی، فاطمه تو فاطمه. برای چی فاطمه تون نگفتیم؟ به خاطر اینه که تأنیث است، یعنی که مؤنث است و مؤنث یکی از موانع صرف است، یعنی که غیر منصرف بودن یکی از سبباش مؤنث بودن هست. فاطمه تو که مؤنث است، برای همین خاطر تنوین قبول نمی کند. عندك مندیلو اخضرو، هر دوش تنوین قبول نمی کند. عندك مندیلو، نه یکمش قبول میکند. مندیلون اخضرو، عندك مندیلون اخضرو، میگه که آیا تو روی مالچه سبز داری؟ مندیلون اخضرو یعنی روی مالچه سبز داری. ببینید
مندیلون تنوین قبول میکند به خاطر اینکه 9 سببی که برای غیر منصرف خوانده برای غیر منصرف بودن خوانده بودیم در این وجود ندارد. برای همین خاطر تنوین قبول میکند. یکمش اخضرو قبول نمیکند. برای چی؟ به خاطر اینکه صفت است و هم وزن فعل است. یعنی که سبز صفت است و هم وزن فعل است. قالت لا، گفت نه، گفت همون زن نه، یعنی که ندارم. ما عندي منديل اخضر، ما عندي منديل اخضر، یعنی که من ندارم روی مالچه سبز. روی مالچه سبز میگم من ندارم. ببینید مندیلون تنوین قبول کرد به خاطر اینکه منصرف است. اخضرو قبول نمیکند. برای چی؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. یعنی تنوین قبول نمیکند. سببش چی است؟ غیر منصرف بودن. و علت غیر منصرف بودنش چی است؟ وصف است و هم وزن فعل است. وصف است، هم وزن فعل است. قال طلحة، گفت طلحه. طلحة برای چی طلحتون نگفتیم؟ به خاطر اینکه در آخرش علامتی تانیث دارد. علم هست و علامتی تانیث دارد، تنوین قبول نمیکند. در ذهنتون داشته باشید علم هست و علامتی تانیث دارد، یعنی اسم هست و علامتی تانیث دارد، برای همین خاطر آخرش تنوین قبول نمیکنه. میگیم قال طلحة، گفت طلحه. عندي مفاتیح کثیرة، میگوید که من کلیدهای بسیار دارم. عندي یعنی که دارم من، مفاتیح کلیدهای کثیرة بسیار. ببینید مفاتیح برای چی تنوین قبول نکرد؟ مفاتیحون نگفته مفاتیحو میگیم به خاطر آنه که صیغه منتهی الجموع است. الف را ببینید پیش از الف 2 حرف است، بعد از الف 3 حرف است و حرف بینگین 3 حرفه چی است؟ ساکن است. مفاتیحو یعنی که علتش صیغه منتهی الجموع است، غیر منصرف است. علتش بگن چی است؟ بگید صیغه منتهی الجموع. بعدش میگه هذا مفتاح الغرفه، این کلید خانه است. هذا مفتاح الغرفه، این کلید خانه است. مفتاحو برای چی تنوین قبول نکرد؟ غیر منصرف است؟ نه غیر منصرف نیست. برای چی قبول نکرد؟ این درس گذشته میگفتیم که مضاف تنوین قبول نمیکند. مفتاحو مضاف است، برای همین خاطر تنوین قبول نکرد. هذا مفتاح الغرفه، این کلید خانه است. و هذا مفتاح الحقیبه، و این کلید چمدان هست. مفتاحو همچنین تنوین قبول نکرد. برای چی؟ به خاطر آنه که مضاف هست. مضاف تنوین قبول نمیکند. و هذا مفتاح الحقیبه، این کلید چمدان هست. و هذا مفتاح السیاره، و این کلید ماشین هست. و این کلید ماشین هست. بعدش میگوید قال سفیان، گفت سفیان. سفیان غیر منصرف است. برای چی؟ به خاطر اینکه در آخرش یکم که علم هست و در آخرش الف و نون زائده دارد. چطوری که عثمان گفتیم در آخرش الف و نون زائده دارد، تنوین قبول نمیکند. سفیان همچنین در آخرش الف و نون زائده دارد، تنوین قبول نمیکند. و مثل سلمان، سلمانو مثلا، سلمان هم الف و نون قبول نمیکند. برای چی؟ به خاطر اینکه در آخرش الف و نون زائده دارد. میگه فی بلدنا مساجد و مدارس کثیرة. فی بلدنا مساجد و مدارس کثیرة، میگه در شهر ما، در دولت ما مسجدها و مکتبها بسیار هست. مسجدها و مکتبها بسیار هست. ببینید مساجدو برای چی مساجدون نگفتیم؟ به خاطر آنه که غیر منصرف است. سبب غیر منصرف بودنش چی است؟ سببش صیغه منتهی الجموع است. مساجد صیغه منتهی الجموع است. از کجا دانستیم که صیغه منتهی الجموع است؟ میگید بر وزن مفاعیل هست. پیش از الف 2 حرف است، بعد از الف 2 حرف است، پس صیغه منتهی الجموع به همین وزن هست. و مدارس، برای چی مدارسون نگفتیم؟ به خاطر آنه که غیر منصرف است. سببی غیر منصرف بودنش چی است؟
سببش صیغه منتهی الجموع به مثل مساجد، صیغه منتهی الجموع است. اهمیت بدید، حرفا را چقدر اهمیت بدید. زبان عربی دقت میخواهد. میگه و فنادق قلیلتون، و فنادق قلیلتون، یعنی که مهمان خانه ها کم هست. یعنی که در شهر ما میگه، در دولت ما میگه مهمان خانه ها کم هست. و فنادق، برای چی فنادقون نگفتیم؟ به خاطر آنه که غیر منصرف است. علت و سببی غیر منصرف بودنش چی است؟ سببش صیغه منتهی الجموع. ببینید سیوم حرفش الف است، پیش از الف ببینید دو حرف است، بعد از الف ببینید دو حرف است. اهمیت بدید این چیز را. بعدش میگه که اهؤلاء اطباء، اهؤلاء اطباء، یعنی که آیا آنها، آیا اینها، آیا اینها اطباء یعنی طبیب ها هستند، پزشک ها هستند. ما و شما در سوق گذاشته میگفتیم که اطباء غیر منصرف است، اما علت غیر منصرفش چی است؟ برای چی غیر منصرف است؟ در جواب میگه که به خاطر اینکه در آخرش الف و همزه زائده هست. الف و همزه زائده است، یعنی که علامت تانیث دارد. علامت تانیثش چی است؟ الف ممدودش میگن. ایره الف ممدوده میگن. الف و همزه زائده را در خلاصش، یعنی که مختصر میگن الف ممدوده. تانیث است، یعنی که الف ممدوده که از علامت های تانیث است. و بگن که سببش چی است؟ بگید که تانیث، یعنی که الف ممدوده داشتن آخر اسم. اطباء یعنی که طبیب ها، پزشک ها. میگد لا، نه، هم مدرسون، ویها استاد ها هستند، یعنی که دکتر پزشک نیستند لیکن استاد هستند. و هم علماء کبارون، و هم علماء کبارون، و ویها عالم های کلان هستند، و ویها عالم های کلان هستند. برای چی علماء او گفتیم و علماء اون نگفتیم، تنوینش ندادیم؟ به خاطر اونه که در آخرش الف ممدوده هست. در آخرش الف ممدوده هست میگوید، یعنی که تانیث. آخرین سببی، نهم سببی غیر منصرف بودن براش میتیر، یعنی که تانیث. علامت تانیث سه چیز است. آخرش یا ت دارد، یا الف زائده دارد، یعنی که الف ممدوده یا الف مقصوره. پس این بود حوار. میگذاریم به درس بعدینه امون. میگه که الممنوع من الصرف، ممنوع از صرف، یعنی که وقتی بگید که ممنوع من الصرف یعنی ناممکن بودن از صرف، یعنی که تنوین قبول نمی کند و کسره را قبول نمی کند. قصدش همین است. الممنوع من الصرف یعنی که تنوین قبول نمی کند و کسره را قبول نمی کند. در ذهنتون داشته باشید. میگه که الانواع الاتیه من الاسماء ممنوعه من الصرف، یعنی که نوعهای میامدگی از اسمها ممنوع من الصرف است. در پویم ببین چند نمود رقم گذاری کرده، 1 2 3 4 5 6 تا رقمی 6 بردگی هست، و رقم 6 نوشتگی هست، و این همه اشون چی است؟ همه اینها ممنوع من الصرف است. ببینید ممنوع من الصرف چند علت دارد. اکنون یک تا میخونیم از همون 6 تا که در اول، 9 تا که در اول گفتیم، به شعر قطعی گفتیم، نظم قطعی گفتیم که اون را تطبیق میکنیم کدام همونها هستند. یک تا میخونیم در اون تطبیقش میکنیم برای در ذهنتون خوب ماندن. ببینید یکم زینبو، زینبو غیر منصرف است. مریمو غیر منصرف است. فاطمه غیر منصرف است، یعنی تنوین قبول نمیکند. عایشه غیر منصرف است. مکه غیر منصرف است. جده غیر منصرف است. ببینید در اینجا کلمه رو آورد غیر منصرف هستند. اکنون یک تا به یک تا اولا در خلاصهش میگیم که همه اشان همون نهم سبب میتیه بشه، تعنیف، یعنی مؤنث هستند، برای همین قبول نمیکنن تنوین را. اما هر یک اینها با نامهای خودش دارد. زینب و مریم هر اینها را مؤنث معنوی میگن. در ذهنتون داشته باشید. زینب و مریم
مؤنث معنوی است. مؤنث معنوی یعنی چی؟ یعنی در آخرش یگان علامتی تانیث نداره. ببینید در آخرشون ت نیست، در آخرشون الف ممدوده نیست، در آخرشون الف مقصوره نیست. برای چی غیر منصرف است؟ بخاطر که مؤنث است. مؤنث چه خیلی مؤنث؟ مؤنث معنوی در ذهنتون داشته باشید. فاطمه، عایشه، هر اینها مؤنث هستند، غیر منصرف هستند، مؤنث هستند و مؤنث لفظی معنوی هستند. لفظی را در اینجا گوش میکنید. مؤنث لفظی معنوی. مؤنث لفظی معنوی یعنی چی؟ یعنی که در آخرش ت دارد. هم در معنا مؤنث است که فاطمه و عایشه نام زن هست، هم لفظی است که در آخرشون ت دارد. ببینید فاطمه تو، پس را میگه مؤنث لفظی معنوی. و بعد از این مکه تو، جده تو، اینها این را میگن مؤنث مجازی لفظی. این را میگن مؤنث مجازی لفظی، یعنی که این مؤنث است، مؤنث حقیقی نیستن، مجازی هستند. مؤنث حقیقی همون چیزی را میگن که آلت زنانه داشته باشد، یعنی فرج داشته باشد، آلت زنانه داشته باشد، او را مؤنث میگن. لیکن مکه این آلت زنانه ندارد، نام یک شهر است، نام مکه. یا جده، شهر جده در مکه، همچنین در سعودی، عربستان سعودی. و اینها علامتی زنانه ندارن، یعنی که شرمگاه زنانه ندارن. برای چی این را ما مؤنث میگیم؟ میگه مؤنث مجازی هستند، مجازی لفظی هستند که در آخرشون ت دارد. این را یک تا یک جدا کرده بنویسید. با در گراماتیک با تفصیل این چیزا را میخونیم، یعنی که این خلاصه درسای گراماتیکی است. رقم 2 را میگذاریم. حمزه تو، اسامه تو، معاویه تو، طلحه تو، اینها همچنین غیر منصرف هستند. برای چی غیر منصرف هستند؟ اینها هم مؤنث هستند، تانیث. همون نهم سببی غیر منصرفه که 9 سبب خوندیم، نهم سببش میتیم. و این را مؤنث چی میگن؟ این را مؤنث لفظی میگن. این را مؤنث لفظی میگن. حمزه تو مؤنث لفظی است، اما در معنا چی؟ نه، در معنا مؤنث نیست. حمزه نامی مرد است، اسامه نامی مرد است، معاویه نامی مرد است، طلحه نامی مرد است. از این حساب اینها مؤنث لفظی هستند، نه مؤنث معنوی. و مؤنث لفظی همچنین تنوین قبول نمیکند. جایز نیست که ما بگیم حمزتون، اسامتون، معاویتون، طلحتون، تنوین بتیم اگر خطا است، درست نیست. باید بگیم حمزتو، اسامتو، معاویتو، طلحتو. بگن سببش چی است؟ سببش میگیم ممنوع من الصرف. و سبب ممنوع من الصرف بودنش چی است؟ همون نهم سببش، یعنی تانیث، مؤنث بودن. لیکن مؤنث چی است؟ مؤنث لفظی هست. رقم 3. رقم 3 یکم در درون قوس ببینید حمزه، یعنی قسم یکمش. قسم یکم مثلا عثمان، عفان، سفیان، مروان، نعمان، اینها نام ها هستند. عثمان، عفان، سفیان، مروان، نعمان نام ها هستند و اینها غیر منصرف هستند. برای چی غیر منصرف هستند؟ سبب هشتمی که خواندیم که همون را براش میتید. میگوید که به خاطر آنه که این اسم ها در آخرش الف و نون زائده دارد. عثمان الف و نون آخرش زیاتی است، عفان الف و نون آخرش زیاتی است، سفیان، مروان، نعمان، ببینید در آخرشان الف و نون زائده دارد. برای خاطر این ترمین قبول نمی کند و علم هست. علم هست در آخرش الف و نون زائده دارد. این را در ذهنتون بگیرید. علم هست بگویید، یعنی اسم است، نام است و در آخرش الف و نون زائده دارد. اکنون میگذاریم به قسم دیگه‌اش. حرف ب را ببینید، حرف با. میگه کسلان، جوعان، عطشان، شبعان، ملآن. این را ببینید. این را ما در سال گذشته ترجمهش خونده بودیم. کسلان یعنی انسان تنبل، جوعان انسان گشنه، عطشان انسان تشنه، شبعان انسان سر، ملآن انسان یعنی پر. انا اکنون در اینجا کسلانو غیر منصرف است. سببش چی است که غیر منصرف است؟
اولا میبینیم که آیا همین علم هست، اسم است، یگان آدم نامش کسلان میموند؟ نه، نمیموند. پس این علم نبوده است. این چی بوده است؟ وصف بوده است، یعنی صفت بوده است. یعنی آدم ما بگیم که وقتی میگیم که جوعان هست یعنی که بسیار گشنه است، یعنی صفتش که گشنه است. یا عطشان است یعنی که بسیار تشنه است، یعنی صفتش است. این فعل ها بسیار نیستن، اینها تقریبا 8 تا 10 تا است، یعنی کم هستن. اینا میشود که همش زیاد کنید. برای هم خاطر بهتر و خوبتر ما را بگیم که بر وزن فعلان، هر اسمی که صفتی که بر وزن فعلان آمد غیر منصرف است، لیکن باید فعلان باشد. کسلان، جوعان، عطشان، شبعان، ملعان. اما اگر من بگیره کس بگه که کسلا، حرف کاف اولش کسره بماند، از غیر منصرف بودن میبره، دیگر چیز میشود. یا جوعان بگه جو، جو بگه جو، در این صورت از غیر منصرف بودن میبرد. باید حرکتش ان همین طوره که میبرید ان همین طور باشد، یعنی بر وزن فعلان باشد. فعلان، همین را ببینید بر وزن فعلان است. ببینید کسلان بر وزن فعلان، جوعان بر وزن فعلان، عطشان بر وزن فعلان، شبعان بر وزن فعلان، ملعان بر وزن فعلان. ببینید وزن هاشون یک است، باید انمی وزن فعلان باشد. اما اگر فعلان شود، فعلان شود، در این صورت دیگر این از غیر منصرف بودن میبراید. اهمیت بدید، بر وزن فعلان باید باشد. پس این را گفتیم غیر منصرف است. سببش چی است؟ سببش وصف است. وصفی که در آخرش الف نون زائده دارد. همین طور میگوید، میگید وصف است در آخرش الف نون زائده دارد. پس میگذاریم به قسم بعدی، قسم رقم 4. رقم 4 دو تقسیم کردگی است. ببینید یکم حمزه، یعنی قسم یکمش احمدو، انورو، اکبرو، اسعدو. اینا همش نام هستند. احمد، انور، اکبر، اسعد نام ها هستند. اینا غیر منصرف هستند. برای چی؟ به خاطر اینکه هم وزن فعل هستند، علم هستند یکم، یعنی اسم هستند و هم وزن فعل هستند. برای همین خاطر این غیر منصرف است. احمدو، انورو، اکبرو، اسعدو. تنوین دادن جایز نیست. درست نیست که بگوید که احمدون، انورون، اکبرون، اسعدون. گفتن جایز نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هم وزن فعل است. اسم است و هم وزن فعل است، یعنی که علم هست و هم وزن فعل است. قسم دومش میگه ابیضو، ابیض سفید، اسودو، اسود سیاه، احمرو، احمر یعنی سرخ، اصفرو، اصفر یعنی زرد، اخضرو، اخضر یعنی سبز، ازرقو یعنی کبود، ازرق کبود. پس اینها همچنین غیر منصرف هستند. سببش چی است؟ یعنی برای چی غیر منصرف است؟ به خاطر آنه که اینها صفت هستند و هم وزن فعل هستند. ابیض صفت است، علم نیست. ببینید یگان کس نامش ابیض نمیماند یا اسود نمیماند. اینها صفت هستند و هم وزن فعل هستند. برای همین خاطر اینها غیر منصرف هستند. انا اکنون بین رقم 4 ببینید قسم یکم و قسم دوم فرقیش برید. احمد هم وزن فعل است لیکن علم هست. قسم یکمش هم وزن فعل هستند و علم هستند. قسم دومش چی؟ هم وزن فعل است و مثل قسم یکم لیکن علم نیست، صفت است. اهمیت بدید. رقم 5. رقم 5 میگوید که قسم یکم با رقم 5 دو قسم شده است. قسم یکمش ویلیامو، ادواردو، لندنو، باریسو، پاکستانو، بغدادو. اینها قسم یکم. ببینید قسم یکم ولیم، ادوارد، لندن، باریس، پاکستان، بغداد. اینها غیر منصرف هستند. اینها غیر منصرف هستند. و در اینجا دو تقسیم کردگی هست. نمیدونم برای چی دو تقسیمش کردگی است. یا که قسم یکمش در ویلیام و ادوارد باید نمی نویستش، لندن، باریس، پاکستان، بغداد می نویست. بعد در قسم دیمش اون
ویلیام و ادوارد می آورد بسیار خوب میشد، لیکن در اینجا نوشته استش. به هر صورت شاید ویلیام نام یگان شهر است، یعنی که نام آدم هم باشد غیر منصرف است، نام شهر هم باشد غیر منصرف است. به هر صورت که در اینجا نام های شهر آورده، برای لندن نام شهر است، پاریس نام شهر است یعنی پاریس، و پاکستان، بغداد یعنی شهر بغداد نام های شهر است. در اینجا دو نام آدم آوردگی است. برای در پایان قسم دیگه نام های آدم آوردگی هست. به هر صورت که قسم یکمش نام های شهرها، ببینید لندن، پاریس، پاکستان نام های غیر عربی هستند و علم هستند، نام های مکان هستند و غیر منصرف هستند. و قسم دیگه ببینید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یونس و یوسف و اینها همچنین اسم هستند، علم هستند. علم چی هستند؟ از 9 سببی که در نظم در خوانده بودیمش، سبب سیوم شمیتیم عجمه، یعنی که غیر عربی هست. علم هستند و غیر عربی هستند، یعنی که نامی غیر عربی هستند. و این بالاگیاش مکان هستند و غیر عربی هستند، برای همین خاطر غیر منصرف است. لیکن این دویمگیش علم هست و نام شخصیت است و غیر عربی است، برای همین خاطر غیر منصرف است. اینها را در ذهنتون بگیرید. رقم 6 ببینید 4 قسمش کرده. اگر رقم 6 یکم الف یعنی که همزه یعنی قسم یکمش اغنیاء، اصدقاء، اقویاء، اطباء. اغنیا یعنی بایها، اصدقاء یعنی جوره ها، رفیق ها، اقویا یعنی قوی ها، با قوت ها، اطباء یعنی پزشکا، دکترها. پس ببینید اینها غیر منصرف هستند. علتش چی است؟ برای چی؟ میگه که تعنیف، یعنی در آخرش الف ممدوده دارد و زائده است. الف ممدودش ببینید اغنیا او الف و همزه زائده دارد. الف و همزه زائده دارد. برای چی زائده را میگیم؟ نمیشود که زائده را نگوییم بگیم الف ممدوده دارد. نه، نمیشود. باید بگوییم که الف ممدوده زائده دارد. برای چی؟ به خاطر اینکه بعض اسم‌هایی هست که الف ممدوده دارد لیکن زائده نیست. زائده که نباشد پس منصرف است، یعنی تنوین قبول میکند. اگر زائده باشد با قبول نمیکند. در اینجا اینها الف ممدوده زائده هستند، یعنی که زیاتی هستند اینها. و همچنین برای زائده نبودنش یک مثال براتون بیارم. مثلا که قارئون، اصلش چی میشود؟ قراءون. ببینید قراءون تنوین قبول میکند. نه که اگر ظاهر شه ببینید در آخرش الف است و بعد الف همزه است، یعنی که الف ممدوده دارد. برای چه قراءون میگیم؟ برای الف ممدوده دارد. میگیم به خاطر آنه که این الف ممدوده اصلی است، زائده نیست. اما در این اغنیاء، اصدقاء، اقویاء، اطباء در اینجا زائده هست، در اصلش نیست. اغنیا را جمع شه ببینید، مفرد شه ببینید غنی است، الف و همزه ندارد. اصدقاء را مفرد شه ببینید، یک تگه شه ببینید میگه صدیق، الف و همزه ندارد. اقویا را ببینید اصلش قوی، همزه و الف ندارد. اطباء را ببینید جمعش طبیب، همزه و الف ندارد. لیکن قراء جمع شه ببینید قاریون، قاری آخرش همزه دارد و همچنین الف هم دارد. از این حساب میگیم قراء، این چی است؟ منصرف است. قراءون میگیم. بگم برای چی؟ به خاطر اینکه الفی ممدوده اصلی است. اون در این کلمه‌ای که از خواندیم اغنیاء، اصدقاء، اقویاء، اطباء، در اینجا الفی ممدوده زائده هست. در ذهنتون داشته باشید این نازکی ها را. قسم دوم فقراء، وزراء، زملاء، علماء. اینها هم غیر منصرف است. سببش در چی است؟ سببش در این است که در آخرش الف و همزه زائده دارد. الف ممدوده زائده دارد، یعنی الفی ممدوده زائده دارد. بهتر خوبتر میشید در اینجا در همین جای رقم ده فقرا و وزرا و زملا و علما را نمی آورد و بعضی الفی
در بالا ببینید ما الفی ممدوده را خوندیم. در اینجا خوبتر میشید که الفی مقصوره را می آورد و مثل حبلا، لیلا اینها را می آورد خوبتر میشد، لیکن خیر آورده است. همون قسم رنگی بالاگی است. اگر دیگه که هر دی قسم یک چیز است، فرق نکرد بینشون. اونم در آخرش الف ممدوده زائده دارد، قسم یکم. قسم دوم هم الف ممدوده زائده دارد. بهتر خوبتر میشید در جای دوم مثلا لیلا را می آورد، حبلا را می آورد. میگفت که ببینید در آخرش الف مقصوره دارد. میگفت بعد الف مقصوره و الف مقصوره سببی غیر منصرف بودنش میگردد. میگفت این خوبتر بود، لیکن خیلی آورده استش. و رقم جیم یعنی که رقم 3، قسم 3، مساجد، مدارس، فنادق، مکاتب، دقائق. اول ترجمهش میگه مساجد یعنی مسجد ها، مدارس یعنی که مدرسه ها، فنادق یعنی مهمان خانه ها، مکاتب یعنی میزها، دقائق یعنی دقیقه ها. پس اینها ترجمهش. و اینها غیر منصرف هستند. برای چی؟ سببش در چی است که غیر منصرف است؟ سببش در همین است که اینها صیغه منتهی الجموع هستند. سیوم حرفشون الف است، بعد از الف دو حرف زائده دارد. دو حرف آمده، زائده نگید، دو حرف است. بعد از الف دو حرف است، پیش از الف دو حرف است. ببینید مساجد، مدارس، فنادق، مکاتب، دقائق. ببینید همه همین در بین الف است، پیش از الف دو حرف است، بعد از الف دو حرف است. این را میگوید صیغه منتهی الجموع. قسم یکم صیغه منتهی الجموع دو وزن داشت، این وزن یکمش است، این وزن یکمش میباشد. و سبب غیر منصرف بودنش فهمیدید چی بوده است؟ سبب غیر منصرف بودنش یعنی که صیغه منتهی الجموع. و میگذاریم به قسم چهارم، آخران قسمش، منادیل، مفاتیح، فناجین، کراسی. اول ترجمهش میکنیم. منادیل یعنی که مندیل ها، مندیل یعنی که روی ملچه. مفاتیح، مفاتیح یعنی کلید ها. فناجین، فناجین پیاله ها، پیاله. کراسی یعنی استل ها، استل ها. پس اینها غیر منصرف هستند. منادیلون گفتن جایز نیست، مفاتیحون گفتن جایز نیست، غیر منصرف هستند. برای چی غیر منصرف هستند؟ به خاطر آنه که اینها صیغه منتهی الجموع هستند. در چطوری که بالاگیش گفتیم صیغه منتهی الجموع است، رقم 3 رقم جیم رو ببینید، گفتیم صیغه منتهی الجموع است. قسم یکمش این صیغه منتهی الجموع است. قسم دومش یعنی که وزن دومش، الف را ببینید پیش از الف دو حرف است، بعد از الف سه حرف است و حرف بینگی سه حرفه چی است؟ ساکن هست. منادیل بعد دال حرف یا از ساکن است، بعد اون لام هست، سه حرف است. منادیل، مفاتیح. اهمیت بدید، اینا بسیار دقت بدید، اینا صیغه منتهی الجموع می باشد، یعنی که غیر منصرف است. سببش چی است؟ سببش غیر منصرف بودنش، سببش صیغه منتهی الجموع بودنش، صیغه منتهی الجموع بودنش. پس میگذاریم بعد تمرین. تمرینو، اینجا در تمرینون کردگی هست. تمرینون بله قبول میکند، تمرینون قبول میکند. برای چی؟ به خاطر اینکه نه سببی که ما غیر منصرف خوندیم در اینجا نیست. اما همین اگر جمعش کنیم بگیم تمرینو غیر منصرف میشود، لیکن مفردش تمرینون یعنی که مشق، جمعش کردیم غیر منصرف میشود. سببش چی میشود بعد؟ سببش صیغه منتهی الجموعی که حاضر خوندیم چه اینا. منادیلو، تمرینو، هر دوش وزنش یک میشود و در این صورت غیر منصرف میشود. بسیار اهمیت بدید این چیزها را. خب در تمرین میگوید که اقرا الکلمات الآتیه و اکتبها مع ضبط اواخرها. میگوید بخوان کلمه های می آمدگی را و بنویس همون کلمه ها را با حرکت ماندن آخری همون کلمه ها. همین کلمه ها را باید ما و شما در پایان میبینید، کلمه ها را میبینید میخوانیم و آخرش ساکن نمیکنیم، باید آخرش حرکت بتیم. کدامش تنوین قبول میکند تنوین میتیم،
کدامش تامین قبول نمیکنه تامینش نمیتیم و با می نویسیم در دفتر می نویسیم. کسانی که خواهشمند زبان عربی هستید پس بنویسید، یا دفتر بگیرید بنویسید. خب شروع میکنیم. محمدون تامین قبول میکند. محمدون. خالدون. مریم تامین قبول نمیکند. مریم. فاطمه تامین قبول نمیکند. برای چی؟ در بالا گفتیم شه، دیگه تکرار نکنیم. در بالا گفتیم شه. عباس تامین قبول میکند. حمزه غیر منصرف است، تامین قبول نمیکند. مساجد تامین قبول نمیکند، غیر منصرف است. کتب تامین قبول میکند. کتب. بعدش اقلام تامین قبول میکند. اقلام. منادیل تامین قبول نمیکند، غیر منصرف است. منادیل. بیوت تامین قبول میکند. بیوت. زملاء غیر منصرف است، تامین قبول نمیکند. زملاء. لندن. لندن تامین قبول نمیکند، غیر منصرف است. سفیان تامین قبول نمیکند، غیر منصرف است. سفیان. حامدون تامین قبول میکند به خاطر اینکه منصرف است. احمد غیر منصرف است، تامین قبول نمیکند. برای چی؟ در بالا گفتیم چه، دیگر تکرار نمیکنیم. بعدش ابراهیم غیر منصرف است، تامین قبول نمیکند. ابراهیم. مکه غیر منصرف است، تامین قبول نمیکند. مکه. زینب غیر منصرف است، تامین قبول نمیکند. زینب. اصدقاء غیر منصرف است، تامین قبول نمیکند. اصدقاء. مدرسات منصرف است، تامین قبول میکند. مدرسات. محمود تامین قبول میکند، منصرف است. بغداد غیر منصرف است. برای چی؟ در بالا گفتیم شه. جمیل تامین قبول میکند. جمیل. کبیر تامین قبول میکند به خاطر اینکه منصرف است. اکبرو تامین قبول نمیکند. برای چی؟ غیر منصرف است. ثوابش چی است؟ در بالا گفتیم. اکبرو. مجتهدون این منصرف است، تامین قبول میکند. مجتهدون. طویل تامین قبول میکند. کسلان تامین قبول نمیکند، غیر منصرف است. کسلان. طلاب تامین قبول میکند. طلاب. فقراء تامین قبول نمیکند. برای چی؟ به خاطر آنه که در آخرش الف و نونی، الف و همزه زایده دارد، یعنی الفی ممدوده زایده دارد. در بالا گفته بودیم شه، غیر منصرف است گفتیم. علی منصرف است، تامین قبول میکند. علی. باکستان تامین قبول نمیکند، غیر منصرف است. عمار تامین قبول میکند. سیارات تامین قبول میکند، منصرف است. احمر غیر منصرف است، تامین قبول نمیکند. برای چی؟ در بالا گفتیم شه. اسماعیل غیر منصرف است. برای چی؟ به خاطر اینکه علمی غیر عربی است، عجمه است. در بالا گفتیم شه. باریس غیر منصرف است، تامین قبول نمیکند. برای چی؟ در بالا گفتیم شه. بابون تامین قبول میکند، منصرف است. قلم تامین قبول میکند. مدارسون. مدارسون غیر منصرف است. مدارسو. برای چی؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. سببش چی است؟ سببش صیغه منتهی الجموع، پیش از الف دو حرف، بعد از الف دو حرف. جدتو تامین قبول نمیکند. برای چی؟ برای اینکه غیر منصرف است. سبب غیر منصرف بودنش چی است؟ ذکرش کردیم در بالا. بالا را خوب تیار کنید. مفاتیح کلیدها تامین قبول نمیکند. برای چی؟ به خاطر اینکه غیر منصرف است. سبب غیر منصرف بودنش چی است؟ صیغه منتهی الجموع، در بالا گفته بودیم شه. مدرسه‌تون تامین قبول میکند. مدرسه‌تون. ملآن تامین قبول نمیکند. ملآن
تنوین قبول نمیکنه. برای چی قبول نمیکنه؟ در بالا سبباش علتاش گفتیم، یعنی غیر منصرف بودنش در بالا علت ها را گفتیم. هر چیزی را گفتیم غیر منصرف است، در همون 9 سبب گفتم که در همون بکوید کدامیش است، از همون 9 سبب یادش بیاورید و علتش بیان بکنید. مکاتبو تنوین قبول نمیکند. برای چی؟ برای اینکه غیر منصرف است. سببش چی است؟ در بالا گفتیم. قریبون تنوین قبول میکند، منصرف است. قریبون. اسامتو تنوین قبول نمیکند، غیر منصرف است. سببش چی است؟ در بالا ذکرش کردگی هستیم. خب این بود تمرین. اینجا یک تمرین آوردگی است. تمرین بسیار برای انسان تنبل مشکل است، برای انسان کوشش کننده بسیار آسان هست. و میگذاریم به کلمات جدیده. الکلمات الجدیده یعنی که کلمه های نو. در این درس چند کلمه های نوی را که خوندیم در اینجا اکنون برای ما میاردش. میگه که الفنجانو، فنجان یعنی پیاله، جمعش میشه فناجینو، غیر منصرف شد. فناجینو. برای چی غیر منصرف شد؟ در بالا گفتیم. درسای بالا را خوب یاد بیارید، به خاطر اینه که این شمه گم براتون، به خاطر اینه که صیغه منتهی الجموع است. پیش از الف 2 حرف، بعد از الف 3 حرف است و اون 3 حرفی که بعد از الف است بینگیشون ساکن هست. فناجینو پیاله ها. المندیلو روی مالچه، جمعش منادیلو، اینم غیر منصرف است. منادیلو یعنی که روی مالچه ها. بعدش المدرسه تو، مدرسه مکتب، جمعش مداریسو، غیر منصرف است. برای چی؟ ختم بگویید اکنون. مداریسو یعنی مکتب ها، غیر منصرف است. تنوین قبول مدارسون گفتن جایز نیست. المفتاحو، مفتاحون کلید، المفتاح کلید، جمعش میشه مفاتیحو یعنی کلیدها. برای چی تنوین دادن جایز نیست؟ به خاطر که غیر منصرف است. سببی غیر منصرف بودنش چی است؟ اکنون بیانش کنید. المسجدو، مسجد، جمعش میشه مساجدو یعنی که مسجدها. مساجد غیر منصرف است. برای چی غیر منصرف است؟ سببش خودتون بیان کنید. ابیضو، ابیضو سفید، ابیض یعنی سفید. بعدش الدقیقه، دقیقه، ما شما دقیقه میگیم، چند دقیقه پس، 1 دقیقه پس، 5 دقیقه پس، دقیقه. جمعش میشه دقایق، غیر منصرف است. برای چی غیر منصرف است؟ بیان کنید خودتون، به خاطر اینکه صیغه منتهی الجموع است. احمرو، احمرو سرخ، احمر سرخ، غیر منصرف است. برای چی غیر منصرف است؟ بیان کنید، به خاطر اینکه صفت است و هم وزن فعل است. قال گفت، در پایانش قالت گفت و زن، قال گفت و مرد، قالت گفت و زن. تی که در آخرش میگه علامت تانیث است. در سوی گذشته اینها را بیان کرده بودیم. خوب میگذاریم به این قسمی که درباره رنگ آوردگی است. از بالا شروع که ابیات شروع میکنه، به خاطر اینکه همش غیر منصرف است و علتشون یک چیز است. علت همشون یک چیز است، یعنی که وصف بودن و هم وزن فعل بودن. برای خاطر اینها را یجیت ترجمهش میکنیم. ابیضو سفید، احمرو سرخ، اخضرو سبز، اسودو سیاه، ازرقو کبوت، اصفرو زرد. اینها را یک تا به یک تا رنگا را از یاد کنید و غیر منصرف هستند همه‌شون. ابیضو، احمرو، اخضرو، اسودو، ازرقو، اصفرو غیر منصرف است. سبب غیر منصرف بودن همه اینها چی است؟ آخری درس است، این را میگویم و به همین درس به آخر میرسونم. سبب همه‌شون صفت بودن، وصف بودن. وصف هستند یکم و دوم هم وزن فعل هستند. وصف هستند و هم وزن فعل هستند. برای همین خاطر اینها غیر منصرف هستند، تنوین قبول نمی کنند. این را در یادتون داشته باشید. پس این بود درس امروزه ما و شما، درس 22 از درسای زبان عربی از کورسی یکم و در اینجا درس 22 را به پایان میرسانم و یکایک شما برادران، دوستان، خواهشمندان و طلبگاران درس های زبان عربی را
تا درس آینده به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سربلند و موفق باشید، هر کجایی که باشید با تعلیم و تربیه باشید و هر کجایی که باشید با قرآن و سنت و عمل کننده به قرآن و سنت باشید که قرآن و سنت شرف دنیا و قیامت شما هست. اگر به قرآن و سنت عمل کردی در دنیا و قیامت شرف داری، اما اگر به قرآن و سنت عمل نکردی در این صورت نه در دنیا شرف و عزت داری، نه در قیامت شرف و عزت و راحت داری. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.